روی من قریب 90% سوالش من میگه که اپا شما چه خیلی درآمد میابین در خونه نشسته درآمدی خوب دارین رکلامای نغز دارین مثلا خیلی دیسین که شکر به خدا در خانه نشستم مصوم کار میکنم همه وقت شما را گفتم و بازم میگم التماس خوش میکنیم در همه جای میدیم قریب رکلامای فابرلیک هست راستی بسیاری میگذارم میگیم ای با همین فابرلیک نه که خطا میکنه دختر که من اول هم خیلی فکر میکردم نه یک 2 ماه میشوه که من با فابرلیک کار درآمد نه در خانه نشسته شکر خدا پول خودش آماده است یگان چی نمیروه شما اول پیشو عذاب میکشیدیم که میرفتیم دفتر چوشون میگرفتیم خونه به خونه میگشتیم بارا تقسیم میکردیم یک وجه پول بار میدادن حاج باشه خیلی نیست فقط آنلاینی شما تلفن در کار تمام اولیکوش باشد ای 70 تا 7000 سومانی چیم در خونه بیکار شده وقتونه گذروندن ایتا بشنیم پول دستم بیا خوب نیسته برای میمارم امین دخترک کمک کرد برای دخترک های سویتی ما شما ده که وقتونه بیهوده نگذرونین بدروین کار کنین اولیکاکاتون خوش رو بگیرین همش با گارانتی 100% نمره واتساپشان مراجعت کنین برات یک پارتی میگیرم. خوشت آمد؟ پیلین؟ بگم زیاد دق شده بودم تا صبح منتظر بودن نتانست.
خوش آمدی. زیاد پشت دق شده بودم، خوب شد که آمدی. طبیعی از بار آخر چی وقت دیدیم 4 سال شد. حتما. اگه بگویم میخواستم در انگلستان پیشت بیایم دروغ نیست. ها گپت هم گفتی اگر راحت شدی مشکلی نیست. اوه یعنی که پرتی گرفتین. طرف مسائل کو چی؟ بیبی چی آوردیم؟ پایکا کجاست؟ پایک ندارم اما البته که گیلاس دارم. چرا خدا به زحمت ساختی؟ کافی بود که خودت آمدی. بلیاز خدا. ای گپا را بان قصه کو چطور هستی؟ خوب هستی؟ خوب هستم. چی روزایی؟ چقدر جوری مقبول بودین؟ میفهمی که عروسی کردنی؟ بله میفهمم. اگه او اسماگک نمی بود حال شما یک جای می بودین. تمام مشکلات به تنهایی تیر نمی کردی. چطور کنم پیلین؟ گذشت. بعد از این متوجه آیندیم باشم. من هنوزم باورم نمیشه بگم. هنوزم در بازار می بینم. اما قسم است بینیش 1 متر در آسمان خوش قدم میزنه. خدا چی فکر میکنه یک روز در زمین خود خورد؟ دختر 10 سال گذشته. این عصبانیت تو به خاطر چی است؟ عصبانیتی چی؟ به خاطر خانواده بوران این روز خود بیبی. به هر صورت همراه فروغ گپ زدی از آمدنت خبر داره؟ نه از نزدیک امروش گپ میزنم. چی وقت؟ امروز صبح گفته به طویق ننداز. درست از دختر توبه بیازه به همون خاطر اینجستم. فردا کار شفاخانه را حل کنم، بعداً به دیدن فروغ میرم. ما میرم دخترم. ها؟ وقت فامید میخوایم چهرهش از نزدیک ببینم. بله فکر خوب است. بیا کامران بگی بعداً یک جایی میبینیم. ها توبه مزاق کردم دختر، یعنی تو هیچ دگه بند نمیمونیم. حالا با افتخارش. خوش آمدی. دقیقا تو خوش آمدی. میبینم. این بچه مرا دیوانه میسازه. قسم میخورم که دیوانه میکنه. میگم این شخص قابل اعتماد نیست. به عقل هنوز هم نمیفهمه. در پایین کل چیز ازت کرد. تمام شبم رای ما بازی کرد. در پایین ناقو چتیات زد. یعنی اگر مهمان نمی بود قسم میخورم که میکشتمش. آی خدایی. تو را چیز شده؟ چی شده؟ بگی. میگفتی خانواده بزرگ میخوایم. بفرما. هیچ مشکلات تمامی نداره. و دل آرام بگو که متوجه باشه. این شخص قابل اعتماد نیست. از 4 طرف وارد زندگی ما شده. بی‌شرف. اما او هنوزم نمیفهمه که من کی هستم. چرا قسم ترسیده میبینی؟ تو کی هستی؟ ای چی مانا میته؟ چی مانا میته کی هستی؟ ما هستم دختر، شوهرت. ما هستم. بیا که در بغل بگیرمت. تو را بیرون ببرم. کجا؟ با قدم زنی شهر. بریم؟ حالا دیگه حالا نکن فاروق. بله، بالاخره با خانواده مشهور بوران روبرو شدیم مادر.
چطور بود؟ فاروق در کفیدن رسیده بود و اسمان مثل مجسمه در جاش خشک شده بود. مادر کم دلت راحت شد یعنی؟ بله بچیم، زنده باشی. خواهش میکنم مادر. ماشالله او زنی یک عالم بچه به دنیا آورده. درست نمیگم؟ همگیشون با نعمتهای زیاد آرامش کلان کرده. ببینیم وقت پراگنده شدن قسم دسترخوانشان با شان و شوکت و برکت میمونه یعنی؟ اگر شوانم گناهشان چی است؟ از کجا بفهمند که اشتباه پدرشان است؟ شاید نفهمن، شاید بفهمن. اما چی گفتن؟ گناه پدرها را اولادایشان جبران میکنن. من نوبت ما جبران کردم، حال نوبت اوناست. بچیم، روبرو شدیم. چیزی را که میدیدیم دیدیم. حالا منصرف شو. نه، بیشتر میبینیم. تا وقت اونا نفتادن به تبر زدن ادامه میتم. بعد از اینجا خانه جدید ماست. خوب میشه که تو هم عادت کنی. میزه که هر شب دو میششتی و چوکی که ششته دو قهوه می نوشیدی و زینه هایی که دو سنگین پایین می شدی و خانه ای که پر از انسان بود همیشه منتظرت می ماندن کلش دیدم. چی یک زندگی داشتی به خدا. واقعا زندگی خوبه داشتی. هر قدر که درد نبودن تو نارا اذیت کردم، من 1000 مرتبه بیشتر از اون نارا اذیت خواد کردم. فوزی رفتم، دیدم، بازم درد کشیدم. اوه خانم محترم، بالاخره یادتان آمد که یک خانم دارین. بیبی بالاخره خود از او قصر محروم میسازی. یک روز تو را از او قصر بیرون میکنم. ناق ناق گپ نزن شهاب. وسایل تا گرفته به همیشه از اونجا برو. صبح می که چشمای تا باز میکنی اونجا میری. بعدن هم خانه برگشتن هم یاد نداری خانم جان. چطور کنم شهاب؟ پشت دختر ما دق میشم. هنوز به نبودنش عادت نکدیم. عادت میکنی. عادت میکنیم. بیبی شوهرش همیشه در کنارش است. آرام است، خوش است. دیگه چی میخوایی؟ راست میگی. دیگه چی بخوایم؟ جانم، خوب هستی؟ حال نه اپک. فاروق بازم تو عصبانی ساخت. ده هر کارت کوشش میکنه دخالت گفتم نمیخوایم گپ بزنم اپک. خوب میشم. شب بخیر. خب خانم ما کجا ببرم؟
میخوایی تفریح کنی؟ ها نه، اشتباها آهنگ ماهنگ میخوانم، باز تو عصبانی میشی. سایی سرم گپ نزن دیگه. برای عاکف چطور هستی بیادر؟ بچه ما تحقیق میکردیم که این شخص کی است، از کجا است، او آمده زیر کله ما سبز شد. شب هم همسایه گفته این شخص آمده در میز چیشت. عشقم ساندویچ فروشی هست؟ ساندویچ؟ بله ساندویچ، لطفاً استاد کن لطفاً. یک دقیقه بیادر ما برات زنگ میزنم، بعدم گپ میزنیم. درست است بیادر، شب بخیر. ساندویچ؟ توبه کارهای عجیب تمام نمیشه. حالا بدو. برات یک ساندویچ کلان بگیرم که نگاه که سیر شد. نه جانم، تو یک چیزا میشه، یک تا خورد کافی است دیگه. بریم. یک تا کم است. خوب است که ساندویچ خوش داری ها. کم نخو خب بچه. با ینگیت یک ساندویچ کلان از ما زیاد نباشه و یک گلاس دوغ بیار. صحیح است؟ درست حالا است دیگه بیادر. یک کامل و یک نیم. السلام علیکم هموطنان عزیز، من یوسف استورا، اویله‌دار صاحب 3 فرزند، ستارش دیرکتری کمپانی فبرلی. همه شما زنهای خانشین را به کار دعوت میکنم. در کماند ما زیاد از 1000 نفر زنهای تاجیک، زنهای خانشین کار میکنند. نه وابسته شما در تاجیکستان یا در روسیه. معاش نقص هم میگیرن. معاش 70 سومان تا 7000 سومان. این حال شما در بالای اکران محصولات های کمپانی فبرلیک را میبینید که به نهایت با صفت بوده، نرخ دسترس دارد. برای فرمایش و کار در واتساپ نویسین، همش رو میفهمونیم. نام نویس شدن و آموزشش همش بی پول است. ما با کار قبول میکنیم، فقط زنها را خواهش میکنم، فقط زنهای خانشین، زنهایی که به همین کار نیاز دارن نویسین، همش رو ساده کردن میفهمونیم. کدامی که کار کردن میخواهد مرحمت نویسین در نمره در واتساپ. باقی در امان الله مهربان باشین. خدا همتون نگهبان باشه. امشب بعد رقمش شاید زیاد شده. چقدر بوی خوب. این طرف. تشکر میکنم شیرم. نوشی جانی. زنده باشی. زنده باشی خورتره. نوشی جان. زنده باشی. این زیاد خورد نیست. باید خانه رفته خواب شود. زندگی است. حتما باید کار کنم. من زیاد دل میسوزه به قسم اطفال که زود بزرگ میشن. خانم مقبولم. تو نمیگفتی که ما دستن خورد به کار شروع کردم؟ بیبی که چقدر یک خانم قوی شدی. باز آمادم جگرخون میشه. تو کجاستی نظیف؟ چی شده؟ با تو چی شده؟ تو خبر نداری در قصر مهمان هست. همگی در یک جنجال هست. خانم قیمت در خانش بردنی است. آقا نظیف کجاست؟ نیست. راستی؟ تو ایرا برم بگو که تا این وقت شب کجا بودی؟ در قهوه خانه بودم گلستان. کجاستی؟ در قهوه خانه بودم. دوست دوران از کریم آمده بود، با هم 6 تا چای نوشیدیم. دوسته؟ بله. وقت دمزه چای غرق شدی باز ای وقت به هوش آمدی ها؟ کافی است گلستان، کافی است. برات گفتم که دوست دوران از کریم آمده بود، با هم چای نوشیدیم. زیاد گپ زده اعصاب ما خراب نکن. کافی است دیگه. پشتم دق میشی؟ زیاد؟ بسیار زیاد. بله دق میشم. چطور کنم؟ فعلا خداحافظ. تو را امروز مقبول ترین جای بورسا میبرم ها. مقبول ترین جا؟ آها. فکرت شما هم بیاین. نه من کار دارم بیادر، شب میبینم.
زود زود حالا. الله رفیق رای سفر بالا شو. بیا بیا بیا. بفرمایین خانم. اینا را بگی. خانه باغا فوراً نظیف و گلستان روان کو. پاککاری کنن، لیاف و توشکشم تبدیل کنن. خیرتیست مهمان میای خانم. اپک و فکرت میرن. گلستانم پیششان باشه خانم. نه خیر، بانن که اولادا تنها باشن. اما با گلستان بگو که فوراً بره. نظیفام به خاطر بخاری چوب ببره. ای آمادگی ها به خاطر کی است، فقط بین ما باشه. البته خانم. معذرت میخوایم کم ناوقت شد، منتظر خونه موندی. نه ما در این وقت آمدنت عادت کردیم. بیشی حالا. درست است. تولگا جان راستی از کار مهم دیشبت خبر شدم. خانه بورانا بودی نه؟ بله. همسایه گفت رفتیم که دوستت در مقابلم آمد. های یعنی حالا با هم همسایه هستین؟ ایتالی را بیبی. اما تو راست. بله بیبی، یک قسم جای را پیدا کردیم شریک. بیبی که خوشت میه یا نه؟ آی هر دوش بسیار زیاد مقبول است. خدایا باید فوراً رفته ای را ببینم. به نظرم کمه باید عجله کنی چون مشتری هست. راهنمای معاملات هم منتظر است. تو چقدر آدم جالب هستی. من هیچ فکر نمی کردم که اینقدر کمکم کنی. این مکتب به تو مهم است، اما تو نیست؟ وقتی با چشمایت میبینم درک میکنم. به نظرم حقیقت ساختن خواب یک خانم زیبایی مثل تو بسیار مهم است. البته. اوه فارغ خوش آمدی. تو را هم رای خانم زیبا و مقبولم سریا معرفی میکنم. کامل بیادر. خوش آمدین دخترم، بفرمایید. خوش باشین آقا. دختر مقبولم چای میخوری یا قهوه؟ کم شیرین. کم شیرین. توب جای بیا بچیم بیا. اول اینا را بگی، بعدش دپت 2 تا قهوه بیار که شیرینیش کم باشه بچیم. و شیرینی های دلخواه فاروق بیادرت هم درست کو بچیم. فهمیدی یا نه؟ حالا بده بچیم بده. حالا تو به تشویش شده میپرسی، قبل از پرسیدنت من میگم ای فاروق به اندازه یک بلست خورد بود. همی که از مکتب مبرامد اول اینجا می آمد. سر زمین میزای کار خانگی خود نوشته میکرد. فهمیدی دخترم؟ بعد از او هم در باغچه میرفت و تو بازی میکرد. من خوش نداشتم که در اتاق حبس شده درس بخوانم. اینجا می آمدم و یک جا با دیگه گارسون و همگی با هم خوش میگذشت. در بین هفته ها همیشه پیش کامل بیادر می آمدم. آخر هفته هم امرای پدرم در شرکت می رفتم. اما تو روز ما تیر می دلیل تمام موفقیتت معلوم شد. درست است. شیرینی به خاطر چی؟ به خاطری که ذهنش درس جذب کنه. بهانه است دیگه. به خاطر شیرینی خوردن بهانه است. بی حتی چشماش خنده میکنه. یعنی دختره که نسل بوران ادامه میته تو هستی. آفرین به تو، آفرین. ما میگفتم چی وقت شوه که خوشی جوان مردم ببینم. آفرین دخترم، آفرین. گفتم نمیشه، اما وقتی دیدمش عاشق شدم کامل بیادر. خب بله، عاشقا به هم رسیدن. حالا دیگه نوبت روشن ساختن قصر است. وقت صاحب اولاد شدین وقت ریشه عشقتان عمیق‌تر میشه و روزای خوش دنیا را با هم میبینین. انشالله بیادر، انشالله. بگو سلیم. بیادر ما به شرکت آمدیم. کجاستی؟ میایم در راستم. منتظر باش. چی شده؟ باید همراه سلیم در شرکت ملاقات میکردم. از یادم رفت کجا برم. کی برم فکر میمونی. خیلی برو عشقی. اما علاقه ندارم که برم. تو چیز امکان داره؟ وعده دادی؟ حالا برو. بیا که تو را خانه برسانم، باز من دفتر میرم. نمیشه، من یک کم دیگه اینجا میباشم. هنوز قهویم خلاص نشده.
بله اینجا دوست تا پیدا کردی. اما از کامل بیادر گپ گرفتن نمیتونی فکرت باشه. بله. باز میبینیم قندو. بیادر خداحافظ. خداحافظ، بخیر بری بخیر بری. خب کامل بیادر زن اولاد داری؟ داشتم 2 تا دختر مقبول داشتم. خواد بگی کامل بیادر قسمت هست دیگه. با این معناست که خداوند اونا رو از من زیادتر دوست داشته. زندگی سرتان باشه. نمیفهمیدم کامل بیادر. بسیار میبخشین. یعنی هر وقت پیش تو بیایه آرام میشه. اما طوفان ما آرام نمیشه. میفهمی چی میکنه؟ بعضا بسیار عصبانی میشه. کار و بار داره دختر. مسئولیت سی بیادر کلش سر فاروق اسیر. خودتا میفهمی کل چیز یگان دفعه با آرامی و خوبی حل نمیشه. یگان دفعه انسان باید زشت باشه. همه قسم نیست. قلبت راحت باشه دختر. مرد طایفه فقط زن و اطفال میتونه دلش نرم کنه. قلب فاروق بیازا همراهی توی یک جای پر و بال کشیده پرواز میکنه. به امر خدا وقتی اولادای تا بغل فاروق دادی تمامی ابرا پراگنده شده میرن. خوشبخت میشین. میبخشین جانم. آی بسیار میبخشی. سعیست میایم. یک کار کوچک داشتم. برای مدرسه روان کن. بسیار دق شده بودم که از دست دخترم قهوه بناشم. هر وقت خواستی برام بگو میایم برای تیار میکنم. زنده باشه دخترم. پدر جان یک دانی. بادازی از دست دخترت قهوه زیاد خواد نوشیدی. ای دیگه چی منامه تا قیمت کدام گپی شده؟ چیزی نیست شهاب. ده هر گپم زود دلیل پیدا نکو دیگه. وقتی که چیزی نیست پس از این زیادتر سرم فشار نیار مادر جان. به خاطر چیزای ناق روابط ما با اسم و مادر خراب نکن. ده اصل تو چشمایت کم واز کن و رابطه تا با فکرت خراب نکن. قیمت چی شده؟ همراه اسما کدام جنگ و غالمغال کردین؟ چیزی نیست شهاب. همراه دختر خود گپ زده نمیتونم. ده هر چیز مداخله نکن. به شوهرت بگو همراه او آدم نام دوستی نکنه. من حیث زنش از کلیت کار بگی. شام خب چشمای دیدی که چی گپ شد. قیمت بیاب کردن پیک بس نبود که حال سر دوستای داماد ما گپ میزنی ها؟ همه قسم است. مادرم همه قسم است تا که در هر چیز دخالت نکنه آرام نمی باشه. سر اسما مادر گپ میزنه اما خودش از او هیچ فرق نداره. شما مرا با او مقایسه کردین. شرم از برتان. خواهر جان. آی جانم کجا بودی؟ اینقدر نفره در گپ گرفتم که کم بود جانم برایم. بسیار میبخشی کم ناوقت شد. آی مرا بیبی مکان غیر قابل باور است. در یک موقعیت مرکزی در پشت سرش هم مکتب است. ساختمانای کلان مسجدی که در استانبول دیدین نه بیخی مثل همو است. همراه تو گپ میزنم سرایا میگم بیا که همراه کشتی بریم. نظرت چی است؟ هرچی که میگم بخیالم که نمیشنوی ها. سعیست. به آلمان با کشتی رفتن نمیشه دختر جان. در چی چرت استی ها؟ دلارا فکر میکنم باردار شده. مطمئن هستی؟ مسابقه بسیار خوب با چهره نشان بده. حالا زود باش. نه دیگه. فقط یک امتحان بود.
نمیفهمم چرا امتحان میکنی اما من هر سوال را که بخوایم پرسان میکنم. از کجا آمدی؟ چی شده؟ و ما قبل از این چطور تو را ندیدیم؟ نه آمدیم. به سرعت آمدی؟ نام من مراد است. زینب. یک مسابقه دیگه؟ های های، سر چی؟ نان ساسج دار. عالی است. باردار نیستم. میفهمی جانم وقتی یک خط باشه منفی دو خط باشه مثبت. باردار هستم. باردار نیستم. نه. خوب است. خوب است. مره بیبی تو جگر خون شدی دختر. نه که میخواستی ها؟ نمیفهمم، یعنی اول هیجانی شدم، بعدا ترسیدم، باز وقتی ای را تست میکردم نمیخواستم، حالا که منفی برآمد جگرخون شدم. چی بفهمم؟ حتما دیوانه شدیم دیگه. نه خیر، دیوانه نشدی، تو خودت هنوز اشتوک هستی. اوف. چیز کنیم؟ ماینه خون نکنیم ها؟ چی میگی؟ میریم ماینه میکنیم گلیم، سر از او فالان میبینیم. آی اوف. چی بلاستی؟ استانبول استانبول، حرکت است بخیر. استانبول استانبول. بله خواهر. تکت از کجا میتونم از اونجا بگیرم؟ میتونن تکت بگیرن. به خانم کمک کنن. استانبول 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 استانبول، عجله کنین، حرکت میکنه. استانبول 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 استانبول، حالا زود باشین، حرکت میکنه. استانبول حرکت میکنه، زود شوین بیاین حالا. استانبول استانبول، حالا که حرکت است بخیر. سلام آقا فکرت. او فکرت بیادرم، خوش آمدی. زیاد خوش نامدم آدم. میشه گپ بزنیم؟ بله گپ بزنیم، اما اگه میخوایی با دفترم بیا. چی بخوایم؟ قهوه یا چای؟ تشکر، چیزی نمیخوایم. بشینه؟ میشه بشینی لطفاً؟ خیرت از بیادر، کدام مشکل داری؟ درباره غذای دیشب است. من کدام اشتباه کردم؟ من یکم آدم عجیب هستم، بسیار میبخشی، معذرت میخوایم. نه خیر، درباره اون موضوع نیست. بعضی موضوعات هست که بعداً خبر شده و کم مرا ناراحت ساخت. مثلا چی؟ مثلا وقتی با هم معرفی شدیم و برم نگفتی که با هم یک جای کار میکنیم، بعداً به صورت قسم پیشرفت کردن برم نگفتی. بعد ازم کسی نمیفهمه که 8-9 ماه پیش چی کردی. درباره ما تحقیق کردی، درست فهمیدم؟ عالی است. به فکرت بران همی میزه قسمی که قبلا هم برات گفته بودم، من کسی هستم که به زیبایی های درونی زیاد اعتماد دارم. یعنی بازی بزرگ کردم و پیروزی بزرگ به دست آوردم. گپ من میفهم یعنی نمیفهمم. شاید زیاد آدم خوشحالی هم نباشم. فرض کنیم همه قسم است. خب اشتراک کردن در داوطلبی را که باید ما تنها اشتراک میکردیم چه قسم توضیح میدی؟ او هم در دقیقه 90، یعنی ما و بیادرم زیاد در پشت گپ افتیدم. سعیسو موضوع پول بود، برات حق میتم. بله فهمیدم، پس موضوعی است. بله با مام یک مژده بسیار کلان بود. واقعا مام وقتی در داوطلبی اشتراک کردم از روزنامه فهمیدم که طرف شما بودیم. یک دقیقه.
قدیر جان یک دقیقه پیش میایی؟ بله بیادر. قدیر فوراً با وکیل زنگ بزن بگو که از داوطلبی منصرف شدیم. چطور یعنی؟ گوش کو چی میگم. در سکتور میخوایم با آرامش کار کنم. گپ ما فهمیدی؟ یعنی قسم با تلگکان نمیشه پیش بریم بیادرم. سعی سمرایت رقابت داریم اما ما با هم دوست هم هستیم. حالا ما تو به خاطر یک داوطلبی کوچک اینجا ششتیم بحث و گفتگو داریم. حالا بیادر جان منتظر چی هستی؟ سایز بیادر. کدام مشکل دیگه نیستی؟ یک دقیقه چطور یعنی حال تو از داوطلبی منصرف شدی؟ قدیر از داوطلبی برآمدیم یا نه؟ سایز بیادر. برآمدیم. واقعا بسیار آدم جالب هستی. واقعا. من میرم دیگه. صبر کو کجا میری؟ باید یک چای قهوه بخوریم بشی دیگه. نه ضرور نیست. سایز فهمیدم سایز دیگه. این کار با چای قهوه نمیشه فهمیدم. همراهیت یک راکی میخورم. درست است. بیادر چی کدی از داوطلبی میلیون ها دلار برآمدیم؟ قدیر فوراً برو صاحب اراضی داوطلبی را پیدا کو و اراضی را ازش بخر. چرا بیادر؟ چیزی که برات میگم برو بکو جان بیادر. حالا که از داوطلبی برآمدیم در این صورت باید یک درس دیگه به آقا فاروق بدیم. بفرمایید. بیادر جان زنده باشی. از برکتتی کار ما حل شد. مهم نیست. هرچی از دست ما بیای هر وقت باشه انجام میدیم. آی سلیم ازت یک چیز پرسان میکنم. با یادت از دستم پهلوی ما یک بچه به نام احمد بود. در این وقتا او را کدام جایی دیدی؟ احمد شوخر میگی؟ همو بچه همسایتان. والا ببین بعد از اینکه حمدی کاکا مرد او چوب شد. باز در کارهای مختلف مصروف شد. حتی گفتن که در قونیه زندانی شده بود. وقت آزاد شد باز قصر فروخت. باز دیگه گم شد. خیرت است. احمد چطور در یادت آمد؟ نه در قصر اونا یک کس نو کوچ آورده. روز پیش همراه اونا معرفی شدیم. به او خاطر گفتم یک دفعه پرسان کنم. او را بان تو. دیروز من همراه کی رو برو شدم. کی؟ پیلین. پیلین دیگه کی است؟ نه دیگه ما و تو بگم پیلین هیچ تغییر نکده. هنوزم همو قسم است. اما ما تغییر کردیم بچه. ببین عروسی کردیم. والا از تو مثل رد و برق شد. بسیار تعجب کردم بیادر. یعنی بعد از بگم قسم یک رابطه جدی داشته میتونی. والا نوش جان سرایا. ببین شوخی نیست. کارا را تنظیم میکنی. یک روز هم همراه خانما بیرون میریم. صحیح وعده است. ما باید برم. با یک جلسه میرم. خوب است باز میبینیم. بازم تشکر. نتایج چه وقت معلوم میشه؟ یک چند ساعت بعد معلوم میشه. فکر کنم بسیار هیجانی است. بله. راستش نتیجه دقیق به دست میاریم نی؟ چون ما تست کردیم اما منفی نتایج معاینات خون دقیق می باشه. اگه حامله باشین معلوم میشه. سلام. ما با آقا لیونت وقت ملاقات داشتم. لیونت اکمن دکتر TBS. استاد بگم خوش آمدین. او منتظر شما بود.
معرفی هستیم؟ بله راستش کارتتان آماده است. از اونجا شناختم. یک دقیقه براتان تسلیم میکنم. درست است. بفرمایین استاد. بخیر باشه. 10 دلار برن از اینا که پایین شدین منتظرتان هستم. درست است. بسیار تشکر. خواهش میکنم. سریا خوب هستی؟ اما خوب هستم، چیزی نیست. بیا از اینجا پرسان کنیم. سلام، خسته نباشین. به خاطر تست بارداری خون آمده بودم. چی وقت نتیجه معلوم میشه؟ 2 ساعت دیگه معلوم میشه. 2 ساعت؟ عشقم اینجا منتظر نمی باشیم همونطور نیست؟ چرا؟ ضرور نیست. هیچ خود خسته نسازین. شماره موبایلتان در دوسیه است. وقت نتایج معلوم شد از طریق پیام براتان روان میکنیم. کدام اشتباه خو نمیشه؟ نمیشه جانم، 2 ساعت بعد برات روان میکنن. بسیار تشکر. دیوانگی نکو جانم، بریم که ساختمانه ببینیم. حالا دیگه ساختمانه ببینیم. سعیس بریم. ساعت ما تیر میشه. با این تشویش چه قسم ببینیم ها؟ تشویش نکو جانم، من همراهت هستم. بسیار دیوانه هستی. مایره حساب نمی کنم. تو قصدن باختی. من خود به دستای باد سپردم. وقتی برعکس وزید پس ماندم. اما واقعا خوب هستی. اکتایت مثل بچهای فیلم بود. درسایت خوب خوندی. یک گروه موتورسیکل سواری داریم. من تو رو همراه اونا معرفی میکنم. عالی است. زیاد همدیگه میبینی؟ خب هفته یک بار یک جای میشه. عالیست. عالیست. خوش آمدین. براتون چی بیارم؟ به ما دوست ما 2 دانه نان ساسج دار میخواه. بله بیادر 2 دانه نیم خوراکه باشه. نیم خوراکه باشه؟ بله بله بله. درست است آقا مراد. وقت آماده شد با صدایتان میکنم. بسیار تشکر. آقا مراد؟ واو واو آقا مراد، باورم نمیشه. یعنی ده اینجا مشهور هستین؟ بله همو تو از میشناسن. بچه خورده برانا هستم. بچه خورده برانا هستی؟ برانا؟ وای خدایا، بسیار خوب است. ها اما نمیشناسم. برانا. ما یک شرکت داریم. بران توریسم. بران توریسم خوب است. پدرم هم یک دفتر و یک ترازوی کوچک داره. اونا سرانوال هستن. همراه پدرت زندگی میکنی؟ همراه مادر کلانم زندگی میکنم. به خاطر درسایم اینجا آمدیم. عالی است. آقا مراد از شما آماده است. میایم. بفرمایین. بسیار تشکر. اوه چقدر بوی خوب داره. کجا میری؟ شرط خلاص شد جانم، برای خود ادامه میدم. صبر کو یک مسابقه برگزار میکنیم. میایی؟ میبینیم. بای. بک پدریم چوبام خانالات. تو را خو قاط نمیکنم بچیم. قاطت نمیکنم. حالا شما کو. هالو؟
حالا تو چرا برای من زنگ میزنی و آدم؟ من گفتم که برات زنگ میزنم دیگه، چرا زنگ میزنی؟ میایم تو مرا بد رقم جزا دادی، حال نوبت ماست. نظیف سعیس نظیف بله گلستان. کی بود؟ کی بود؟ کسی که زنگ زده بود. آها پیشتر که گپ میزدم میرم میگی همون رو گلستان. پرسان میکنم. گلستان هیچ میخنده کلا نبود. وقتی گفته کی بود من فکر کردم در باغچه کسی هست. چیز زنگ زده بود. هم دوری از کریم زنگ زده بود. تو یک دفعه داخل بیا. سعیز گلم حتما موش آمده. یک دفعه پیشم بیا که برات هم دوره نشان بدم. چی شده گلستان؟ چیزی شده؟ ها؟ اوه زنکیم قسم میخورم شیشه واره کل جای پاک کردی، با خدا دستای درد نکنه. نظیف ها تعریف زن خودت تو زیاد کردی. ده خانه کسی نیست و هر دوی ما تنها هستیم. ها؟ نمیشه. نه جایش هست و نه وقتش هست. قسم میخورم که نمیشه. کار ما را خلاص کنیم باز بریم گلستان. حالا آی باره دیگه قسم فرصت پیدا نمیشه. وقتی حال آمدی میگم از این فرصت استفاده کنیم. چطور جانه؟ گلستان ببین به خدا که دیوالا مش داره. به گوش اسما سلطان خود آی رسید. نه ایگه به گوشش نمیرسه. اینجا گرگا شغالا تو و مستی. گفته شغال؟ گلستان شغال میگه، گرگ میگه. حالا بیا که اردی ما را میخوره. به خدا که میخوره. زود باش دیگه. از پیشم فرار کن نظیف شغال. اما اگه نام من گلستان باشه باز پیدا میکنم که چی گل بهاب میتی. مادر جان، از خانه مادرمشان آمدم. کم گپ زدیم. به شما زیاد سلام گفت. علیکم سلام. کار خوبه کردی. نورگل بفرمایین خانم. به گلستان بگو ده اتاق پایین لباسایم بود، به اتاقم ببریش. گلستان نیست. گلستان هنوز او کاری را که برش گفتیم خلاص نکردم. چند دقیقه پیش گپ زدیم خانم. کارا را خلاص کرده، چند دقیقه بعد بخیر میاد. در این صورت آسیا را روان کو که به پیک کمک کنه. البته خانم. خانم یک دقیقه صبر کنین. یک تلویزیون آوردن گفتن کوره بسته میکنن. آی یک دقیقه فکر کنم آمدن. آی سیس آمدم سیس. او را به ما آوردن. بفرمایین دمی اتاق هست دست راست. بفرمایین لطفا متوجهش باشن که نشکنه. اینجا چی جریان داره خانم سنم؟ آی عثمان به ما تلویزیون خریده. زنده باشه. بله حال بستش میکنن. سیس جانم خدا ازت راضی باشه. ازمو خورترکی پیش تلویزیون میشیشتم و پلکم نمیزدم. حال مجبور شدم به خاطر سعی کردن تلویزیون از فضا برم اجازه بگیرم. حوصله داشته باش همشیره. عاجل از اینجا برای. زود باش برای همین یک لحظه. دقیقه کجا برن خانم اسما؟ این بیچاره کار خودم میکنن. وسایلتان رو جمع کنن. زود باشین. اینا خو کار خودم میکردن. اینجا خانه ماست. یادتان بیارم که شما مهمان هستین. البته که اینجا خانه شماست خانم اسما، اما تلویزیونم در یکی از اتاقای خانه شما مانده میشه. وقتی من رفتم باز بیاین ببینن در خانه دق نمیاره. از حدتان نگذره. من از حدم نمیگذرم خانم اسما. به هم خونه یک تلویزیون است، یک چیز سرگرم کننده است. فکر کنم شما مهمونایتان مومیایی که در موزیم خانه تان میمانین. از حدت نگذر. آی جانم دیدی چقدر جای مقبول بود. هیچ دل کنده نمیتونستم. اتاقش چقدر کلان بود و گفت در قیمتش هم جور میاییم. آی سیسیگا یکمه باید رنگش هم کنیم و سرایات و ساختمان ندیدی. ما برات گفتم میرم اما میفهمم هوش فکر تو در شفاخانه است. چی است؟ تو به خدایا فعلا در زندگی بسیار مشکلات بزرگ دارم. چی کنم یعنی؟ آی یک دقیقه. اگه حامله باشی حامله هستی، اگه نباشی نیستی دیگه. راست میگی. حق با تو هست.
قدر زیاد میخوایی دختر؟ نمیفهمم دلارا. یک دفعه میگم زیاد میخوایم، بعدا میترسم، بعدا به خاطر ترسیدنم سر خود کار میشم، بعدا میگم اما فاروق زیاد خوشخواد شد، بعدا میگم آیا به خاطر خوشی فاروق است که ما میخوایم ها چی؟ آی خوراک ما دیوانه شده. طرف تو رفته. توی منظره زیبا را ببین، بیا که بشینیم. بیا. مرا بیبی ها خود آماده فکر میکنی جانم؟ راستش بهترین سوال همی است. یعنی اگه من باردار باشم آیا آماده هستم یا نیستم؟ در اصل جوابی سوال ندارم. بهترین کار میکنی، اما یک کمک عجله کردی جانم. تو 11 بیبی باز سعیز اما هنوز خواسته اولام نمیفهمی. و دیگه اسما سلطان. بله او هم است. دختر اولین نواسی بورانا یک اتفاق نگو تو چیزا نگو. قسم حس میکنم که از طرف رسانه ها فشار خواد آمد. چی میگی؟ برات یک چیز بگویم. به نظر ما اون ساختمان بگیریم ببین یک پارک هم نزدیکش است. باز ما سرایای خورترک کده موترکش انداخته وقتی که دلش تنگ شد به پارک میاریم. بی عقل. هنوز معلوم نیست که باردار هستم یا نیستم. هنوز خبرام ندادن. تور عاجل دختر جور کردی. سعیز مزاق کردم، یک دفعه نتیجه معلوم شد باز گپ میزنیم جانم. به نظر تو دختر است؟ خوب میشه که دختر باشه. دختر در سالونتان زینک اسنی اسما سلطان خود از امونجا لول میده. قسم میخورم با یک سرایا بس نامت حالا 2 سرایا میشه. مرا از بین ببرین. آی اما فاروق زیاد خوشخواد شد. بیاز دختر میخواست. تو چی میخوایی گو دیگه؟ یعنی خودم مثل مادرها فکر میکنی او قسم یک حس داره؟ نمیفهمم. 40 دفعه پرسان کردی نمیفهمم. از سبتال فکرت خراب است. به تشویش استی، بسیار پر انرژی. بیبی اگر من خدا در جای تو قرار بدم قسم میخورم که از اونجا خدا پایان مندازم. دختر مسئولیت بسیار بزرگ است، مسئولیت تمام چی آمد؟ نیک آمد؟ چی آمد؟ حالا بگو دیگه. سرایا چی آمد؟ سرایا بته که من خودم ببینم. حالا آی سرایا تو حامل هستی دختر. آی من منفی فکر کرده بودم. من خالم میشم. آی من خالم میشم. صبر کو دیوانه. من باید پیش فاروق برم. کت تو چی کار دارم؟ آی دختر صبر کو دیوانه هستی. چی هستی؟ ما چی؟ من باید برم با فاروق خبر بدم. آی من فعلا باردار هستم. نه کتیت مزاق کرده. سعیز از سر رای پس شد دیگه. آی من خالمیشم. سرایا برم خبر بدی. بیا بیا شیرم. به خاطر گپ زدن درباره موضوع داوطلبی آمده بودم. همراه آدم گپ زدم. او منصرف شد. چطور ها؟ بله. بچه‌م تو متوجه هستی که چی میگی؟ یعنی چی که تو رفتی و آدم از داوطلبی منصرف شد؟ باورش مشکل است. همه تونست بیادر؟ ها؟ بچه مطمئن هستی کدام سلام الله را خود از سرش نگرفته بودی نه؟ بیادر تو واقعا همه قسم یک چیز از من انتظار داری؟ تو چی میگی؟ من مافیا هستم؟ آی میبخشین مزاحم شدم. درباره چیز گپ میزدیم. نه بیا اینجا بشین. نه ضرور نیست. من خوب هستم. کدام گپ شده؟ نه یعنی شده اما چیز مهمی نیست. مهم است اما فعلا ضرور نیست. گپ میزنیم بعداً گپ میزنیم. زیاد وقت داریم. تشویش زیاد هیجانیستی. یک کار میکنیم بیرون بریم بعد 2 دقیقه گپ بزنیم. نمیخوایم. شما بشینن من میرم. فکرت لطفاً سعیس بعداً گپ میزنیم. حالا خدافظ. مزاحم شدم معذرت میخوایم. بعداً گپ میزنیم. خدافظ. فعلا رفتم. خدایا تا شام چه قصه منتظر باشم. توی موضوع را از سر برم قصه کن. چیز به قصه کردن نیست. رفتم پرسان کردم که چرا در داوطلبی اشتراک کردن. اون برام کل چیزا گفت. از بودن ما خبر نداشته. من همراهش رو قسم رویه کردم اما اون نیت خوب خود نشان داد. امیدوارم شکایت از بین رفته باشه بیادر. برعکس دگام زیاد شد. بچه ما تو یک چیز امکان داره. او آدم یا دیوانه است یا از نیت خوب تو استفاده میکنه. ای چی است؟ من تو را میشناسم بیادر. مشکل تو آدم نیست. اصل مشکل تو مستم. هرچی جان کنی کنم به تو هیچ ارزش نداره. اما یک چیز بگویم هیچ برم مهم نیست.
بسیار خوب دوستا، از بسیار وقت در پشت استاد بیگم بودیم. قسمت امروز بوده. اینا 10 سال در لندن از ما نمایندگی میکردن. خیر ببینن، انشالله زنده باشن. حال وقتش است که ما ازش یاد بگیریم. مبارک باشه استاد جان. استاد استغفرالله، مرا شرمنده ساختین. خواهش میکنم. برگشتن به بورسا از چند لحاظ به ما یک قدم بزرگ است. میفهمم که چیزی را از دست ندادیم. میفهمم که چقدر سختی ها را خود دیدم. اما از وقت خود شناختیم یک مبارز بودیم. حالیا اینجا در جایی که باید باشم با این تیم عالی به مبارزه کردن آماده هستم. اگر شما باشین ما مستم. جان مادر، با ما کمک کو، درست است؟ کمک کو کل چیز خوب شود. با تو زیاد ضرورت دارم. بیا در چی گپا؟ بیا کف. ما برات بعض خبرها دارم. بیادر جان. ایطور است. بشین. بیادر، از بخش قباله خبر آمد. خانه از ریحان سیزگین است. به این خاطر متاسفانه از آدم چیز خوب به دست نآورده. مادرش است. و دیگه همراه یک تصدی در قونیه گپ زدم. آدم بسیار خوب میشناخته. گفتم زود بخیز بیا روبرو گپ میزنیم ببینیم. کار خوب کردی. و دیگه یک دفعه از جلو سوانی و آدم ببین. کدام جرم مرتکب شده، مجازات شده، کل چیزا ببین. فهمیده شد بیادر. ما یک دفعه برم امرویش یک قهوه بخورم به تنهایی ببینیم چی میشه. تو را منتظر ماندم. بسیار زیاد میبخشی. سلام. ما بیا زحمت تو شیشته بودم. چیزی میخوری؟ چای یا قهوه؟ چیز دیگه بخوایم؟ نه نمیخوام. خوب است. جاهایی را که گفتی همراه سریا دیدم. یک دانه زیاد خوشم آمد. دقیقاً قسمه که ما خودمون میخواستیم. عالی است، خوش شدم. بله عالی است دیگه. خوب دیگه بگوین کدامش خوشتان آمده. بگوین دیگه ما کارش خلاص میکنم. خب بازم یگان گپ دیگه شده. گپ خوب است اما چی؟ بین ما باشه. چند دقیقه بعد به کل بورسا میگم. سریا حامل است. مام امروز خبر شد. بسیار خبر خوش است. بسیار خوب. زیاد خوش شدم. وای، یک نواسیدگان در خانواده بوران اضافه میشه. یعنی خانوادهشون بزرگ میشه. دقیقاً. به نظرم این کار همه بس است دیگه. نفهمیدم چرا بس است. یعنی ای فقط کار سریا هست؟ ها؟ ای کار خیالات تو هم مگم نبود؟ همونطور است اما دلارا، تو زندگی را فقط به خواسته فاروق و سریا زندگی میکنی. تو به نظر خودت کدام تصمیم و خیال نداری؟ با انسان ها به هر شرایط و هر قسمه که میخواین زندگی خدا پیش ببرن. تو چرا میخوای از رایت منصرف شوی؟ به خاطر که میخواستیم همراه سریا شریک شویم. نی؟ تو میخوایی که ای کار شوه یا نه؟ میخوایم ای را بفهمم. البته که میخوایم. در این صورت درست است دیگه، تمام است. هر چی لازم باشه انجام میدیم. اوکی؟ نه خیر، یعنی اگه سریا آماده باشه، خلاص باشه، شما با هم این کارا بکنین. حتی نام مام دخیل نمیکنم، اما اگه قسم نیست ما 2 نفر شریک میشیم. گرفته شد؟ بس سریا خیانت نمیکنم به نظرت؟ بسیار میبخشی، اما سریا به خاطر حامله بودن خود تو را در نیم راه تنها مانده خیانت نمیکنه. خب اگه ادامه میته هیچ مشکل وجود نداره. ده اصل خود راست میگی. بله. سیز در این صورت ما یک قهوه میخوایم. بله. میشه با ما یک قهوه بیارین لطفاً؟ بله. سلام علیکم دوستانی عزیز. قلدختارکوی خوشروی من قرار 90% اولوش ما میگه که اپاش ما چه خیلی درآمد میآورین در خونه نشسته
даромади хуб дорен, рекламаи нағз дорен. мақсад худесен ки шукр ба худо дар хона нишастам масум кор мекунам. ҳама вақт шумода гуфтам ва бозам мегум илтимос хушругуш мекунем. дар ҳама ҷой мебинем қариб рекламаи Фаберлик ҳаст. рости бисёриё мегзарон мегим эй бо ҳами Фаберлик неки хато мекунем духтарако. ман аввалам хеле фикр мекардам. на як 2 моҳ мешавад ки ман ба Фаберлик кор даромад не дар хона нишаста шукри худо пул худш омадааст. ягон чӣ намеравад шумо. аввал пешо азоб мекаштем, ку мерафтем дафтарчаҳошона мегирифтем, хона ба хона мегаштем, бора тақсим мекардем, як ба ҷои пул бор медодан. ҳозир бошад хеле нест, фақат онлайни шумо телефон дар кори тамом ойликош бошад ай 70 то 7000 сомонӣ. чем дар хона бекор шишта вақтона гузарондан ай так бишнем пул дастон биёй хуб нест. бароям мемарам амин духтарак кӯмак кард. бароям духтарако совети ма шумо да ки вақтона беҳуда нагзаронен, бидроен кор кунен, ойликакотона хушрӯ бигирен, ҳамаш ба гарантия 100% номери ватсапшон муроҷиат кунен. چی گپ است آسیا؟ خوش آمدی خواهر جان. آی زیاد تشنه شدیم. ما برایتان میدادم. نه پیازو گرفتیم. ها کلچه پخته کردی؟ دبش قاب برایتان بالا. نه چایم هست. نه نمیخوایم. توی رو پخته کردی. ای رو من میگیرم. زنده باشی. خب دیگه باز میبینیم. نوش جان. سیا بسیار مزه‌دار پخته کردی. چند سال شد که ای را باز نکردیم. بیبی ای از فکرت بود. می گفتن به تولد فکرت 20 روز مانده و او به دنیا آمد. ای اجل شام حتما به ای خاطر است. بیبی پدر کلانشان زیاد به فکرشان بود. کلش جدا جدا دوست داشت. تخلص بران می گفت که توسط اینا زنده خواد بود. حق داشت. 4 دانه طفل بچه به دنیا آمدن، کلان شدن و صاحب کاروبار شدن. خدا را شکر. هر مسئولیتی را که گرفتن به خوبی پیش بردن. صاحب خانه شام شدن. حال وقت پدر شدنشان است. بیبی ای بوتای فکرت بود. وقت خبرای خوش به ما دادی از بامبرت گهواره رام پایین میکنم. طفل شمام دو گهواره خواب خواد کرد. او مثل پدرش زیر سقف خانه بزرگ خواد شد. یعنی پک جان، نواسه‌ای که شان و شوکت خانواده ما را بلند کنه او را از تو میخوایم. یعنی اپک جان، نواسه‌ای که شان و شوکت خانواده ما را بلند کنه او را از تو میخوایم. قلب فاروق بیاز امرای تو یک جای پر و بال کشیده پرواز میکنه. به امر خدا وقت اولادای تو در بغل فاروق دادی تمامی ابرا پراگنده شده میرن. خوشبخت میشی، نترس. تو خود گفتی میکنن. بیادر است و باید ترسید. آلیا راضی از ماست. بورانا وقت داوطلبی را بگیرم به خاطر تأسیس پیش ما خواهد بود. دقیقاً. آدم بفرمایید بیادر. زنده باشی. برات یک پیشنهاد دارم. خیرت از بگو. این حیات ما را بازی میتن. اگه
جای دفتر تو رو با دفتر خود یک جای کنیم و برای اونا یک اتاق استراحت جور کنیم و یگان چای و نان و گپایشون حل کنیم. چطور؟ چیز اما او را فکر کنم کدام چیز دیگه میکنن. اما نظریه فکرت بسیار خوب است. یک فکر کاملا عالی است. واقعا چرا کاری را که ما میتونیم به کس دیگه بانیم و خود ما باید جور کنیم؟ مفکوری عالی است. حسن بفرمایید بیادر. میشه بگوین که هیئت کمیسیون بیای براشان یک چیز را میگم. عالی است بیادرم. یعنی تو هم مثل من خطر قبول کردن دوست داری؟ بسیار عالی است. من میگم چطور مغزای ما یک قسم فکر میکنه، باورم نمیشه. تمام هیئت و کارمندا هم اینجا حاضر هستن. بچه‌ها همه تو راست. سعید بیا. حالا فکرت بوران اینجا به خاطر استراحت کلتان یک اتاق جور میکنه و 2 شرکت یک جای بالایی پروژه کار میکنه. زنده باشین. خیر ببینی بیادر. زنده باشین. خدا ازتان راضی باشه. زنده باشه. خدا ازتان راضی باشه. خدا ازتان راضی باشه. زنده باشه. ازتان راضی باشه. زنده باشید، زنده باشید. خدا ازتان راضی باشه بیادر. خواهش میکنم. زنده باشه. بسیار زیاد تشکر. ما را خوشحال ساخته. خواهش میکنم. جانه مقبولم. چی کدی؟ چی کدی؟ دستر تو چی کدی؟ با فاروق گفتی برای چی گفت؟ چیزی می نوشه نروز خانم؟ نه آی نزن عروس خانم نزن. آی 2 دقیقه چوب بودن نمیتونی ها؟ گفت تو هنوز با فاروق چیزی نگفتیم. چرا؟ به خاطر که همراه فکرت جنگ میکردن. این قسم خبره نخواستم دو تا حالت بگویم. آی سریا تو بسیار بی‌عقل هستی دختر. جانم خبره برشان میگفتی همو دقیقه آتش خشمشان خاموش میکردی. دختر جان یک بار فکر کنی به قصر بورانا ولی عهد میایم. آی شنیدی؟ ای پیانی کاکا میشی. زیاد خوش شدم. کس خبر نداره. اول به تو گفتیم فاروق خبر نداره. من شما را تنها میمانم. در این صورت من یک خبر خوش برات میگم. چی خبر خوش؟ حالا بگو. گرفتم. چی را گرفتی؟ ساختمان را که هر دوی ما خوش کرده بودیم حالا از هر دوی ما مزاق میکنی؟ واقعا گرفتی؟ بله. چطور گرفتی؟ با کدام پول گرفتی ها؟ پیشنهاد قرضه داده بودم بخیر قبول میشه. خدا گرفتن نتونستم ساختمان گرفتم. نه که خوش نشدی چطور؟ نه خوش شدم اما کمه عجله نمی کنی؟ دست من ما پول از فاروق می گرفتیم. آی فاروق جانم من شریکت نیستم ها. فکر تو مخشوش بود اما کارا را من پیش بردم. دیگه چی پس؟ حالا دیگه از خود جای داریم.
خوش آمدین. کارتان خلاص کردین؟ شما را چی شده دختر؟ خواهر در قلبم یک درد است. چی گپ است؟ این نظیف امکان داره به خود زن گرفته باشه. خواهر هیچی میخنده نبود. اگه شوهرت یه قسم یک کار کنه دنیا به دیگر روی میشه. چت یاد نگو. توبه 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 توبه. خواهر دیروز اینجا نبود. شب که آمد وضعیتش عجیب. امروزم گفتم که کمی برش نزدیک شوم، اما از پیشم دور شد و رفت. خواهر راستی؟ گفتم یک بار دیگه امتحان کنیم. دختری کدام ریشخندی است که اینجا نشد اونجا برین امتحان کنه؟ خواهر چی بفهمم؟ امید است دیگه. خواهر چقدر مشکلات تحمل کردیم خودت میفهمی. اگه کسی دیگه نباشه چرا باید قسم یک کار کنه؟ خواهر از تو کده هوشیار بودم میتونه. قسمی که تو میگی و تو یک چیز نیست گلستان. بیبی تو به خاطر این مسئله طفل درست فکر کردن نمیتونی. دختر سر شوهرتان فشار نیار. اگه قسمتتان باشه خداوند در وقت مناسب در آغوشتان او را میته. آسیا حالا برای می قهوه جور که و فالمه بیبی به خدا دیگه قسم فکر ما آرام نمیشه. تو میخوایی چی کنی؟ فکرت تو میخوایی چی کنی؟ من میگم از یه آدم دور باش. تو امروز کار میکنی؟ بله کار میکنم. چی شده؟ کارت آمد؟ ها؟ سعیز گپ بزن. ما بیادرت هستم. راست میگی. بیادرم هستی، پدرم نیستی. از تو اجازه نمیخوایم. شرکت از ما است، اینجا از ما است. در کارای مداخله نکن. فهمیدی؟ چی گپای احمقانه میگی؟ مداخله نکنم. این کارت فقط مرا زیر پا نمیکنه. فکرت نظم شرکت هم از بین میبره. با مادرم بیادرم چی میگه؟ فکرت تو چی کار انجام دادی؟ با افراد کوچه یک جای شده است پشت سر خنجر زدی. وعده عمل میکردی بیادر. تمام زمستان گذشت منتظر تو با بودم. تو چی بچه؟ وعده ما گفتی. از تو بپرسم که چی وقت با وعده وفا کنم. منتظر وقت مناسب باشه. اونا کار ما رو میبینن. از یک چیز خواستن اونم نکردی. اوه سعیز با هم گپ میزنه بیادر. شما گپ بزنین. من گپای ما گفتم. بیا اینجا بشین بیادر. یک طفل است. آی طفل گفت خواهر. طفل من میایه. اما چی؟ مثل که دقیق معلوم نیست طفل در داخل قصر است یا در بیرون از قصر. تو دقیق معلوم نمیشه. در داخل نیست. او داخل قصر است میفهمم. همونطور نیست؟ فوراً خوش نشو گلستان. در یک قصر 2 تا عروس است. از کجا معلوم؟ کاش که شما می بودید. خانم سنم. عثمان جان چرا ایره داخل نبردن؟ وقتی خانم اسما نفرها را بیرون کرد این نام همینجا ماند. ما بیارمش داخل؟ یعنی تو میتونی؟ کمه حالا دیگه زود شو. صبر ما او را میگیرم. زنده باشی. حالا بانش.
همینجا جایش خوب است. بله. صحیح شد. البته که نصبا میتونی این جینه رو مستی دیگه. رشته ما دیگه چیز است، اما مهم نیست، همی که صاحب یک مسلک باشی عالی است عثمان جان. من وقت خورد بودم همیشه میخواستم نرس شوم. همراه خوارکم ساتیری میکردم و همیشه مریض میشد، مام نرس او میشد. خانم ترکان مادر سریا رو میگی؟ ترکان میگفت خواهر اگه تو مرا تداوی کنی من هیچ وقت خوب نمیشم. چی بگویم؟ نه نرس شده تانستم و نه او را تداوی تانستم. خیلی باش کار یک فیلم بانم، بعدا تلویزیون کنترل میکنم. سیست؟ درست است. بیازو تمام روز در قصر خسته میشدم. عثمان جان تو امروز کمی ناراحت هستی؟ نه خوب هستم. مطمئن هستی؟ خوب هستم. چی بفهمم کمی چرتی معلوم میشی، یعنی شاید به من قصه معلوم میشی. خوب هستم، گپی نیست. قهوهتون. 1 سال طول کشید. به هر صورت اوران بان. نوش جان. نورگل با مام یک قهوه بیار که همراه عروسیم یک جای بنوشم. البته خانم. بسیار خوش میشه مادر جان. قهوه خدا با لذت می نوشین. بعدن تو هم بالا رفته و یک بیگ خورد آماده میکنی قبل از آمدن فکرت. نفهمیدم مادر جان. بیگ چی؟ در خانه باغ میرین. زن و شوهر تک و تنها چند روز با هم باشین. یک جای آرام و راحت است. مادر جان شما بسیار یک فکر خوب کردین، اما بازم به خاطر کار با فاروق جنجال نکنن. بیهوده کدام اوقات تلخی به وجود میایه. ما و فکرت بعدن میریم میشه؟ عروس مقبولم، فکر خدا با این چیزا خراب نکن. فکرت که از اونجا آمد به کارش میرسن. در عروسیام که گد و ودی و بی نظمی شد. خوشی تا ندیدن نتانستین. به هر دویتان خوب میشه. استاچو فکرت گوش کنی بیادر. بچه ده ایسان از دستم سیلی میخوری گفته باشم. یکمی کارو نکردی حالا بکو، او کارم بکو. تو کاملا از حدت گذشتی بیاخر. امروز جانم برآمد که بیادرم یک کار کنه. کار نمیکردی. از تو کی قسم یک چیز خاصه بود؟ در تجارت باید هوشیار باشی. او نکرد مکدم و موفق شدم. درست است. این مفکوره آره او ولگرد کوچه‌ای برات میزنه. مفکوره نمیته، اما حتمی است که بیشتر از سهمت. کافی است. از جنجال و مقصر ساختن یکی دیگه تان خسته شدیم. حالا تو برو بیکتا بگی. در خانه باغ میرین. حالا ایگه پس کجا شد مادر؟ تو ما را از خانه میکشی؟ با ای چی ربط داره بچم؟ با خانمت یک جای چند روز اعصابتان آرام کنی. مطمئن هستم که همون قسم است. درباره من فکر کردی. به غیر از این به خاطر آرامش بچه یک دانه تان خانه نه؟ بیای پک. ما برم که کلگی راحت شود. موضوع خانه باغ از کجا شد مادر؟ من این قسم مناسب دیدم.
بسیار مقبول هستی. تو مرا می دیدی؟ بله. ساعت چند است؟ نمیفهم. شاید 8 باشه. وقت غذاست. اما فکرت او پک نیست. در خانه باغ رفتن. عشقم، ما امشب به تنهایی غذا بخوریم. چطور؟ هرچی نباشه میز غذا نامنظم شده. تو کوشش میکنی چیزی برام بگویی؟ بگو دیگه. در وقت غذا میگم. امروز وقتی در شرکت آمدی مثل طفلای شوخ سایل میکردی. بگو با تشویش شدم. چی شده دیگه برام بگو. فاروق اما باردار هستم. چی؟ چی؟ باردار هستم. آی خدایا، خدایا، خدایا. آی خدایا، راستی واقعا راست میگی؟ آی بسم الله. آی راست میگی. چی میکنی؟ اینا کلشان یک دفعه دیوانه میشه. خدایا صبر آرام باش درست است آرام باش. چی میکنی؟ آی گپ نیست خدایا. آی چی شد؟ آی آرام باش. چقدر خوش هستم. بیا که بغل بگیرمت بیا. وای خدایا چقدر خوش هستم. الله کلگیرم میگم. آی بسم الله. ما پدر میشم. تشکر. بیا که بغل بگیرم. یالا خیر. فاروق استاد شو فاروق تو را میگم. ما پدر میشم آمردم. آی بسیار زیاد تشکر. مکاکا میشم. آی قربانت جوان زیاد خوش شدم. حالا گریه نکن. خوش شدم. بسیار زیاد خوش شدم. خانم من ناراحت نکنین لطفاً. مژدگانی من ازت میخوایم اسما سلطان. ما پدر میشم. مادر کلان میشی. نیک و مبارک باشه. چشمایت روشن عروس خانم. زنده باشی. پدر میشی بیادر. پدر میشی. آی خاله قربانت. آقا عثمان تبریک باشه بیادر. تبریک باشه ینگر. کاکا میشی کاکا. به خدا که بیادر. ببین من احساس پیری میکنم. کاکا میشی پدر کلان نمیشی بچه. تبریک باشه ینگر. تبریک باشه بیادر. تبریک باشه. از خورشید پرواز میکنم. تبریک باشه. خواهر تبریک باشه. بسیار خوش شدم. ما مادرم میبینم بعداً باز بیرون میریم. آی نه دیگه سرایا باورش ساخته است. مادر بالاخره نواسیت میآید. خوش نشدی؟ چرا خوش نشم بچم؟ نور چشمم، اولین نور چشمم. ما و سرایا باید تجلیل کردن میره مادر. وقتی برگشتیم با هم تجلیل میکنیم. خدای 1000 بار شکرت.
تشکر بسیار زیاد. تشکر از همگیتان. بسیار مقبول، فوق‌العاده بود، واقعا خوشم آمد. بله. چیز میخوری بخوایم؟ بسیار خوب است. نوش جانتان. وقت طرفت میبینم گاه یک آدم خودخواه و جدی و دیکتاتور، گاه هم مثل نوجوانای دوره لیسه و گاه چی؟ مثل طفله که بازیچیشه ازش گرفته باشی، ناراحت، بیگناه. مثل که منتظر چیزی هستی چطور؟ مثل شخصی که چشم برایش هستی. سرم زیاد درد میکنه. اگه کدام دواخانه بود استاد که دوا بگیریم. کاش از خانه میگرفتی. حالا مجبور هستیم که دواخانه بپالم. از خانه به عجله برآمدم، فکرم نشد. بله؟ وقتی اعلان دیدی طرف کو که با تشبیه شده کی است؟ خدا چی جور کردی؟ به نظرم بسیار جالب است. خب چی میکنی؟ چی میکنم؟ موسیقی و روسر کردن است دیگه. گوشکی ما تو گرفتی؟ بیادر قطع میکنم. بای. صبر کو قطع نکن، صبر کو. چی شد بچم؟ کی بود؟ چرا ناراحت شدی؟ بیشی بیادر، ما یک پری کوی قاف پیدا کردیم بیادر. این مقبولی رو بیادر. پری کوی قاف؟ چی است؟ ما در معرفی شدیم، با موتورسیکل تصادم کردیم. یک بار ببین که چه قسم موتورسیکل رانی میکنه. یک بار ببین. یعنی تو باختی؟ بیادر قصدن خدا بازنده ساختم. اگه نه برده بودم گفتم اعتماد به نفسش خدا سر دختر الا صبر کو بیادر، صبر کو. این هنوز چی است؟ یک بار الا دادن اصلی رو ببین. امسال حتما کامیاب میشم بیادر، به خاطر یک جای خواندن با دختر. درس میخونه بیادر. ببین اینجا نوشته است صنف اول است. توبه. پس قدرت عشق تا ببینیم آقا مراد. راستی بیادر، نوبت تو میای بیادر، برات گفته باشم. یک روز فکرت بیادر چه زدم میای که پدر میشم. وقت است که اسما سلطان عروسی تا میکنه، فهمیدی؟ درس تا بخوان مراد، درس تا بخوان. دختر فارغ میشه تو هنوز اینجاستی. گوشکیم نبود پیشت؟ نه پیشم نیست بیادر. نکو خنده. راستی که مثبت است. و خدا آگه بد نباشه یک قچیق بزنم که نگو. نه نکو، تو در خانه چیغای تزدی بس هست دیگه. دکتر معاینه کرده، دختر ما چطور است؟ دکتر چی عشق؟ معاینه چی؟ نو تست کردیم، بیازو دیده نمیشه. اگه ببینم یک چیز به اندازه تو چرا طفل ما مرچه میگی؟ توبه مرچه است. بیبی فردا بخیر در چی میریم؟ پیش دکتر میریم، درست است؟ حالا میریم. بخیز. صبر، آرام باش. نمیتونم. بیبی یک بار وقتی که برام تو بله گفتی و یک بار آمال قلبم از جایش برآمد دیوانه میشم. چطور آرام باشم؟
دوستت دارم. ما هم شما را بسیار دوست دارم. ما را؟ هر دوی ما را؟ از حال هر دو شده؟ بله، بخیلیت آمد. بخیلیت آمد. نه جانم. تو بازم بخور. دخترم اونجا از گشنگی میماره. دان تا واسکا. اوپ. دختر؟ بله، دخترم. واسکا. اوپ. Eksik bir şey mi var hayatımda? Gözlerim neden sık sık dalıyor? Eksik bir şey mi var hayatımda? Gökyüzü bazen ciğerime doluyor. Kolay anlatamam. Atsan atılmaz, satsan satamam. Eksik bir şey mi var anlayamam. Bak çayım, sigaram, her şeyim tamam. Eksik bir şey mi var anlayamam. Bak çayım, sigaram, her şeyim tamam. بیا. عثمان، ایرا بیبی ما با شب تیار کردیم. یا هنگو چیست که گوش میکنی؟ چرا این قسم کشتی های خود غرق میسازی؟ نه، من قسم آهنگای قدیمی خوش دارم. من فیلم های قدیمی را خوش دارم. حالا یک فیلم بار که هر دوی ما سیل کنیم. سیز؟ خوب شد که قسم با هم تک و تنها برآمده. ما یک بار اونجا را ببینم. ما بخاری را روشن میکنم. آه خدایا، تو قلبت به این آدم دادی. اما بیبی که ایچی کارایی کم راید نکد. بیبی من خب برات گفته بودم. چرا با این قسم آدم نامزاد کرده خدا؟ قلب است دیگه. گاهی سر گل میره، یگان تام سر یه قسم. قبلا توی فیلم دیده بودی نه؟ ندیدم، اما چی فرق میکنه؟ همه چیز واضح است. بیبی او احمقی که دختر دوست نداره و بچه‌ای که دوستش داره بسیار مهربان است.
ها بیبی چطور خمار طرف او دختر میبینه. بیبی مادرم وقت شنید حیران شد، اما خوش شد. سر از فردا بیبی که چطور متوجه غذا خوردن و نوشیدنت می باشه. باز بیبی هرچی نباشه نواسه او دبت نتست. عثمان و مرادم خوش شد. کاش که او وقت فکرتم اونجا می بود. چی شده که باز چشمایت پر از اشک شد؟ پشت مادرم دق شده. چی بفهمم مگه حالی می بود؟ ناراحت نشو، او تو را میبینه. میبینه که تو چقدر یک خانم عالی شدی و چقدر یک مادر زیبا میشی. تمامش هم میبینه، تشویش نکن. واقعا میبینه ها؟ حالا بیا، تو را به زیباترین کنسرت دنیا میبرم. چی؟ هنوز حلوا خلاص نشده. بیا دگه. حالا بیا. کجا میریم ها؟ بگو دگه، بگو کجا میریم؟ رقص کنه. میشه که ای را خاموش کنی؟ سرم زیاد درد میکنه. به خدا کفید. نوشیدنی هم آوردن. اما نوشیدن نمیتونم. سرم درد میکنه. نه من گوش نستم. یک چیزی بخوری؟ مرا متعجب میسازی. این کنسر چی است؟ من خبر نداشتم. کسی نو آمده ها؟ تو چرا در کارهای مداخله میکنی؟ صبر کن، بسیار کنسرت زیبا را میبینی. بگو فاروق، چرا قصه مرا آزار میتی؟ دیوانه ها؟ آی دیوانه گفتم. تو ایره نشنیدی؟ نه طفل مقبولم. دیوانه گفتن خوب نیست. هوش کنی که به پدرت قسم نگویی. خب اپک کافی است.
باز چی شده؟ میخواستی تنها باشه؟ در قصر راحت نبودی. درست از تنها هستیم. چی شده؟ چرا باز عصبانی هستی؟ واقعا؟ تو چرا قدر راحت هستی؟ ما را اینجا با تعبید روان کردن، تو متوجهی هستی؟ غم هر چیز ما بکشیم. تو ده هیچ چیز صدایت نکش. باز بعدن میگی که ای پک چرا قدر عصبانیستی؟ زیباترین آهنگ دنیا نیست؟ همه چیز خوب است خانم کراس؟ ها درست است. فهمیدم. بیاز ما چند دقیقه بعد میایم. درست است. به امید دیدار. تو در این وقت اینجا چی میکنی؟ با همکارای معرفی شدم. بعدن کارای ما تمام کردم. حالی منتظر تو بودم. بریم؟
واضح بود که قسم میشه. همیشه با هم جنجال میکردین. اپک موضوع را بسته کن. میفهمم وام در کارت زیاد مداخله میکنه، اما تو هم کار خودت میکنی. مثل اطفال فقط ضد میکنی. فاروق هم حق بجانب است که عصبانی اپک! برات گفتم که موضوع را بسته کن. امشب نمیخوایم یک کلمه ازت بشنوم. درست است. ما خود چیزی نگفتیم. فکرت تو چی میکنی؟ فکرت تو چی میکنی؟ فکرت بس است دیگه نمیخوایم. من به زمان ضرورت دارم. میفهمی که چقدر دوست دارم نه اپک؟ من سال هاست که منتظر این روز بودم. من واقعا تو رو دوست دارم. فکرت گفتم که من نمیخوایم. درست است. خواهش میکنم حالا یک فرصت برم بده. حالا درست است. خواهش میکنم. هلا بنوازین. های تبریک باشه بیادر. تبریک باشه بیادر. بخیر باشه. وای بیاین دیگه گرد شوین. الله گرد شده میدان. انا بیادری طرف. انا تجرب بخور. بیا بیادر بیا این طرف بیا که بره. بیا. چی است؟ نمایشتان تمام شد. بیادر خواستن با هم دیگه تجلیل کنن. نه خیر، نظر تو بوده. حقیقت است. اونا نظر خواستن، من هم نظر دادم. فکر کردم
حتما فاروق بسیار خوش میشه. ما اینجا با قال مقال به همگی اعلان نمیتونیم. در این وقت شب در میدان تجلیل طفلا میشه. تو هیچ وقت ادب و عنعنات یاد نمیگیری. اینجا را به میدان رقص تبدیل کافی کردی. از خانم اسما. قبل از هر چیز شما به گپایم گوش کنین، چون ما بیش از حد به گپایتان گوش کردیم. تو در وقت گپ زدن متوجه رفتارت نیستی؟ بودم. هیچ تشویش نکنین، بیش از حد بودم. من از روز که وارد این قصر شدم متوجه هر گپ و هر کلام بودم، اما شما هیچ وقت متوجه نشدین خانم اسما. من خواستم شما را مادر بگویم، شما گفتین ضرورت نیست. در پایین به خاطر که فاتحه هست چیزی نگفتم، وقتش نبود. اما این کار آخرتان من نمیتونم تحمل کنم. شما با یک دروغ خواستین مرا از فاروق جدا کنین خانم اسما. متوجه هستین که چی میکنین؟ اگر من دوباره به این قصر آمدم، اگر تو دوباره به این قصر برگشتی از بیرویی خودت هست دختر. فقط از بیرویی برگشتی. در این وقت شب از تو درس نمیگیرم. دعا کو که در بطنت خونم است. متوجه هستین خانم اسما؟ هر بار که شما سر ما حمله میکنین ما قوی تر از قبل دوباره استاد میشیم. شما واقعا این را نمیبینین؟ شما کوشش کردین ما را جدا بسازین و ما بعد از او یک خانواده شدیم. و بله، چقدر خوب گفتین. در بطن من خون خانواده بوران است و من خانم هستم که به فاروق از خوشی گریه دادم. دلتان که دوست دارین، دلتان که دوست ندارین، دلتان که قبول میکنین، دلتان که نمیکنین، اما بعد از شما خانواده بوران به من امانت است. من به خاطر شما هر چیزی که از دستم میآمد کردم. خواستم که راه تفاهم محترمانه را پیدا کنم، اما بعد از این تصمیم از شماست. میخواین مبارزه کنین؟ کاش که نخواین. اما اگر میخواین مبارزه کنین مبارزه میکنم، چون من مادری نمیشم که در مقابل طفلم تحقیر و توهین شوم. ای خدایا. خانم اسما، خانم اسما، خانم اسما، خانم اسما، خانم اسما، گلستان. فاروق، 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 فاروق. خدایا، فاروق. نورگل کجاست؟ خانم فاروق! نورگل! فاروق! کجاست؟ یک کسی کمک کنه! امبولانس را بخواین یک کاری کنید. فاروق! 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 برن میده بچه ها فرین. امبولانس بخوایم. آقا ینگا صدا بکنه. فاروق مادرت افتاده، بدو. عجله کن. محترم کو با دکتر زنگ بزن. اوکه درست است بیادر، زنگ بزنم. گلستان حالا برو به دگره خبر بده. بدو. سریا چی شده؟ خاله بیا با سریا. فاروق بلندش کنن که به شفاخانه ببریمش. عثمان یک دقیقه خانم سلام. یک دقیقه صبر کنید. آی سعیس دیگه تشویش نکنین، با نفس بکشه. مادر
درست است مادر، درست است. نفس بکشین. درست است. نفس بکشین. مادر مادر خوب هستی مادر؟ مادر یک چیزی بگو. مادر یک چیزی بگو. مادر چی شد؟ ما با صدای چی قروس خانم قربان کردید و اما او اسنا از پیش دروازه تیر می شدم که صدا آمد. آمدم که در زمین افتادم و دیگر نمیفهمم. تو خوب هستی؟ مادر مادر جان لطفا چشمایت باز کن. مادر خوب هستی؟ سوریا تو را میگم خوب هستی؟ مادر خوب هستی؟ یک چیزی بگو مادر. صبر کنین، آرام باشین. عثمان بیادر خوب هستی؟ عثمان خواهش میکنم اینقدر قال مقال نکنین. ببینین ساعتیام خراب شد. این امبولانس کجا شد؟ چشمای تواز کن مادر. عذر میکنم، چشمای تواز کن. چوب باش. عثمان. بله عثمان، چی شده؟ بیادر ما مادر به شفاخانه میبریم. چرا؟ وضعیتش خراب شد، با همین خاطر میبریمش. درست است ما میاییم. زنگ آمد. امروی کسی دوباره چیزی گپ زد. تو چیزی شنیدی سرایا؟ هیچ نمیفهم که چه قسم روان است. وقتی مادرم در زمین دیدم سرایا نمیفهم چی کنم.
اپک اپک مادرمه به شفاخانه بردن، وضعیتش خراب شده. چی شده؟ نمیفهمم. شاید حمله قلبی باشه. اگه اجازه میدی کالایم هم میپوشم. اپک دست نزن. به موتر منتظرت هستم. اوف، خدا لعنتت کنه، هیچ وقت تیر نمیشه. کل چیز خوب میشه. چیزای بد فکر نکن. زندگیم تو نباید سر پای استاد باشی. برات گفتم نیاز زد کردی آمدی. آکف تو را پس خانه بر. آکف جایی نمیرم. مام باید ببینم که خانم اسما خوب است یا نه. درست است؟ کسی که در داخل است مادر مسنه؟ در داخل مادر مسنه بیادر؟ مراد بچه آرام باش، آرام باش. درست است؟ در داخل اسما سلطان است. تشویش نکن. تا که نواسه خود نبینه ما را تنها مانده ای جای نمیره. تو تشویش نکن. یک دفعه معاینات خونشان ببین. بلیاز خدا است ما. یک دفعه سر بریم واضح بگو که چی شده. دوستا شما رفتن میتونه. دخترم تو هم برو. در معاینات هیچ کدام چیز منفی نیست. چی شده هیچ نمیفهمم. تو چرا؟ طرف من این قسم سیل نکن. گزاره کردن همراه 4 تا دیوانه فکر کردی بسیار آسان است. تو چی کردی ها؟ توبه، اولادای در بیرون از تشویش مردن. چی کردن که تو برایشان قسم جزای بزرگ دادی؟ خب حالا ما برایشان چی بگویم؟ برایشان میگی که مادرشان کدام سنگ نیست. سن ما معلوم است، کارای شما معلوم است. اوف اسما. ابراهیم بیبی تو مرا میشناسی. خون استفراغ میکنم اما میگم شراب سرخ خوردیم و تو گله اولادای من نمیکنم و قدرم ضعیف نیستم که در یک مریضی از بین برم. ازت یک خواهش کردم میتونم. البته میتونم. یک چیز را حتما میفهمم. فکر کو که چقدر جگر خون شدیم که حال دایی وضعیت رسیدیم. او قدر درد دارم که این ماشین تو اندازه کردن نمیتونه. وقت مریض شدم باز میتونی همراه مخالفت کنی. مگم تو دکتر من نیستی؟ حال از سر شروع کن. تو باید در هر حالت از من محافظت کنی. آخ تو چه قسم یک زن هستی اسما سلطان؟
چی شده؟ بیادر مادرم کجاست؟ یا داخل است بیادر. من وقتی رساندمش جور تیار بود. چی شده؟ دست تو را چی شده؟ چیز مهمی نیست بیادر. چطور مهم نیست؟ باش که دکتر را بخواه. بیادر چیزی نیست، یک زخم سطحی است. باز پسان براتون نشان میتونم. ده قصهش نشو. خدایی سرایا داخل اتاق رفته باز عاجل به ما خبر داده زنده باشه. اگر نه صبح کسی خبر نمیشد. اگر سرایا نمی بود نمیفهم مال چی میشد. زنده باشی سرایا. بیادر چقدر وقت شده پرسان که یک دفعه. ها؟ با اتاق بریم بچه. کمی همراهتون میخوایم گپ بزنم. سرایا تو همینجا منتظر باش، من میایم. واقف تو متوجه دختر درست است. کاکا ابراهیم یک چیز بگو. چرا ما را اینجا خواستی؟ چی شده؟ کاکا ابراهیم ما را نترسان. بچه اول یک نفس راحت بکشن، کمی آرام باشن. فعلا چیز قابل تشویش نیست. میبخشین فعلا؟ چی شده؟ حمله قلبی بوده؟ نخیر. حال تر شد، اما اگه کم تال میدادین عواقبش حتی نمیخوایم حال بگویم. چی کنیم؟ چی قسم تدابیر خدا بگیریم؟ با سنبول ببریم چی کنیم کاکا ضرور ابراهیم؟ نیست، فقط از تشویش دور نگاهش کنین. بسیار یک کار مشکل. جوانا ببینین، به خاطر بار دیگه ای ترس نبینه مادرتان خوش نگاه کنین، خوب استراحت کنه. بار دیگه شاید قدر خوش چانس نباشه. کار در دست من نیست، در دست شماست. حالا دیگه قلب خانم اسما مثل سابق نمیتونه بارهای گرنگ حمل کنه. باز نگوین که براتون نگفتم. حالا این هفته رو استراحت کنه، بعدا دوباره معاینه میکنم. خوب هستی؟ بله، دقیقاً در وقتش رسانده ایمش زندگی. خدا را شکر، خدا را شکر، خدا را شکر. اگر تو نمی بودی، تو به خدایا شکر که هستی. عاکف عشقم، تو دیگه زد نکن. عاکف تو را خانه میرسانه، درست است؟ خوب نیست که در حالت بیشتر از اینجا استاد باشی، درست است؟ چرا؟ چی شده؟ از بر خطایی یادم رفت که به تو بگویم. کاکا میشی. چی؟ بیادر تبریک باشه. تبریک باشه. تشکر. تبریک باشه. زنده باشه. شما مجله کنین، وقت ضایع نکنین، با هم کلان شون. قسمت. حالا میشه که پیش اسما مادر بریم؟ به نظرم شما یک جای خانه برین. من کارایش خلاص میکنم. فکرت تو هم داخل برو. سعیس دخترها را تا دروازه میبرم، پس پیشت میایم.
برادرجان این ویدیو امروزه امینای برای کسلی‌های مردونه و زنانه میشن سکیت اعلان میکنیم برای خنکی و اسپالین پروستاتیت مردونگی را به قوت کردن مهلت آن خبر زیاد کردن برادرایی که به فرزند تنکسی میکشه اینچنین پروستاتیت موسکاسیل و سیتید من این برای شخصانی که در وقت خوابشون پیشاب میکنن خودشون خبردار نمیشه زن مرد و کودکان خردسال هم ممکن است خوردن و اینچنین من کوچاله هست برای کسلی‌های برانخیت توبرکولوز روماتیسم بوغوندر عربسکی عریق برای به فرزندان که تنکسی میکشند و اینچنین ژنسکی здоровье میتوانید از شرکت ما دسترس کنید. شرکت صاف‌سودا داروهایро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарит, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар ба қувват кардани мардонагӣ дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба садҳо дард даво дорад пешниҳод менамоянд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои бта протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар тикток sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед ба шумо тахфиф карда мешавад. таваҷҷӯҳ! фурӯши чиптаҳои ҳавоӣ ва роҳи оҳан яъне поезд ба тамоми самтҳо бо нархи дастрас. ин гуна чиптаҳоро шумо метавонед аз ширкати парвози баланд дастрас намоед. чиптаҳои мо боваринок буда дар ҳолатҳои зарурӣ шумо метавонед онро баргардонед ва ё рӯзашро иваз намоед. инчунин мизоҷон метавонанд чиптаҳои моро ба тариқи онлайн низ дастрас намоянд. нишонии мо дар шаҳри панҷакент бинои собиқ дом биталуҷ, дар шаҳри хуҷанд рӯбарӯи бозори панҷшанбе. телефонҳо барои маълумоти бештар 93 345 88 22 92 009 44 44. такрор мекунам 93 345 88 22 92 009 44 44. Сегодня я расскажу вам, в чем же суть бизнеса Faberlic. У вас возникает много вопросов. Что нужно делать, за что будут платить, кто мне будет помогать, что я получу в результате. И мы готовы на эти вопросы дать ответ. В чем же суть бизнеса? В любом бизнесе продвигаются товары или услуги. Суть любого бизнеса – создание товарооборота и получение прибыли. Мы создаем товарооборот для фирмы-партнера. Товары ежедневного спроса, косметика, бытовая химия, нижнее белье, одежда, обувь, продукты здорового питания и многое-многое другое. Как это происходит? Везде, где мы платим деньги, мы создаем товарооборот. Все необходимые товары мы можем купить в собственном интернет-магазине и при этом зарабатывать на своих покупках. Также вы сможете получать процент от покупок своих знакомых, которым порекомендуете ваш интернет-магазин. Да, мы сотрудничаем с Faberlic. Faberlic – это компания с мировым именем. Это производитель уникальной кислородной косметики, аналогов которой нет нигде в мире. Мы сотрудничаем более чем с 40 странами. На данный момент Faberlic – это самая быстрорастущая компания в странах СНГ. Что нужно делать? В чем заключается работа? Нужно создать большую сеть потребителей, где каждый будет покупать для себя то, что покупал в магазине. Обучаться, находить и приглашать людей. Люди сами покупают себе нужные продукты. Вам лишь нужно организовать этот процесс. Компания платит за созданный товарооборот. И первый серьезный...